Ya sana ne olsa yapacak. كل امشار اللي قاعدين نقول تمام نه کلا شارژ ها تمام گپ میزنی؟ نه ملت بای روغن یا نرخ بلند رفتن نرخ همه روزه که روزه اینمی روزه هم یک قطعه روغن $20 سنت یا $2 قیمت شده چند شده $2 امکان $2 قیمت شده یک روغن دینر $30 بود ولی $31 یک 20 لیتر همه روزه 20 سنت 30 سنت 40 سنت روزانه نرخ بالا میره ما چی علت است چی مشکل است مشکل چی است چقدر مردم با مشکلات مواجه بسیار مردم در مشکل دچار یک کسی میگه که 100 روپیه روغن بده یک کسی یک 200 300 روپیه روغن میگیره یک 2 کیلو روغن میشه قبوغش غلطگی خونجگر پریشان ما هم ایران میگیم ما چی چاره کنیم ما خو یک دکانداری پرچم نشین هستیم روزانه میخریم روزانه به روز میفروشیم البته بعضی نفر خفه میشه ما رو زشت میگن سخت میگن ما مجبور گذرا میگیریم چی کنیم چاره نیست و علت قیمتی اجناسی است که اولی که دلار بلند شده بعد از تحولات دلار خیلی بلند شده دومی که بیکاری است کارمندان معاش نداره میگه بیکار است مردم به آواره شدن بیجا شدگان است مردم ضربه و آسیب خیلی دیده بنابراین نمی که از فروشات ما هم کم شده و تمام جای بیکاری که از روز به روز افزایش می‌یافته مردم که از در مشکلات فقر و تنگدستی آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق